میگه میگه یک مردک همون قبل از اسلام که هر وقتی که دختر میشه دخترش همه بوده گول میکنه بعد زنش تاجر بوده مسافرت میشه بعد دیدو زن بود دختر میکنه یک شش در مسافرت میاد یکی میگه چی کردی میگه بچه دروغ میگه که بچه کی نبره نکشه میگه نگول میکنه 3 سال بعد معلوم میشه که دختره باز زنش جمع میکنه که تو مرا نگفتی میگه شوکوش برو ما میبرم گول میکنم وقتی میگه میبرن خاور کندن میگیره دخترک میره چی میچینه گلوی خیلی خوب بود زن همون میچینه و بعد خیلی چی میکنه سبب میکنه برای آتشه بعد میاد یکی دل چی سبب تبه میگه میاد آتجان میگه سر شده میمونه بعد شوش تا خوک توزه میکنه و میگه اوت بریزیم چایت بریزیم آتجان بعد گریه میکنه میگه ای خدا جان این خیلی بوده که بی خشیرینه من ایره چخیل بگیرم تای خوک کنم میگه گریه میکنه بعد خداوند تبارک و تعالی حضرت میگه با یک قول حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روی میکنه که برای وقتی که آمد نور آمد در چی میگه محمد گر تو نمی بودی اینقدر علم از کجا میشد به الفاظ و به معنی قرآن اینقدر کی آشنا میشد بعد محمد اومد گفت ای دخترها یک نور خدا کسی را دوست بداره بچه میته کسی را زیاد دوست بداره دختر میته میگه چرا میگه دختر پرشکسته دختر میگه ایدر بینه دختر صاحب اختیار نیست دختر شو میکنه باید شوشا پرسک ستوما شا پرسک خیوه شا پرسک خستر شا پرسک بدون اجازت یا بیرون رفتن نمیدونه بچه گرگای در بیرونه هر جایی که فورش رفتن میگیره دختر ضعیفه هر کسی که دختر خبر میگیره هر کسی که به دخترش اگر مهربانی میکنه تا آخر شه خداوند تبارک و تعالی آتش جهنم برای حرام کرده میگه کسی یک دختر یا 2 تا یا 3 4 5 دخترش به حالی که 8 تا 9 تا شو دادگم هر کسی همین دخترها رو دخترای بوکیه دخترای بکته با تور تاقی و با سنتی داماد میویم شرمیت تای چادر را نیکوش میگن دست قدیمه بروره میگه آتش جهنم برای پدر و مادر ما حرام بوده ای قلاوانی در فردوسیان دخترانی سخته در همین زمان شوخی نیست یک دختر 18 ساله کنی برای مرده که دیگه میویه یک شیری نرده و دور نیکو کنی بتی تا او میره شب خواهرش میاره تو پاگر دل خواه نمیره که چی گپ چیده باشه چی میچیده باشه یا نه و همین خاطر هر کسی دختر میگه خوبی نیکی میکنه خداوند تبارک و تعالی رسول اکرم انگشتای مبارک شگرفت گفت که فردا روز قیامت خاتمه همین خیال میخواد دختر خیلی نعمت ای دختر یک جون شیرینه که همین بدروی در که او تجربه میگه سالاد میاره رشته میاره این قدر خدای تعالی برای همین با هیچ وقت یک کسی ناخونی فرزند چی نکنه که چرا